همین جان ناقصی مرا این چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه است. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکن که الله تو جان مرا قبول میکنی. ما قویستیم. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. خدا میتون خوش داره که در راه الله سبحانه و تعالی سر همه ما خوش داریم که در راه الله سبحانه و تعالی جان خود فدا کنیم. همین جان ناقصی مرا این چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه است. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکن که الله تو جان مرا قبول میکنی. یک دفعه متوجه شو که کجا حمله کرده ای. ای کاش که تو ملا و تو حاجی و تو صوفی و تو دکاندار و تو سردمدار و تو مجاهد که خود مجاهد میگی و لاف میزنی که ما از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع میکنم. کاش که تو از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع بکنی. کاش که تو بشناسی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله را. کاش که تو حمله میکردی به یک فاحشه خانه. دم منطقه که توی فتوا را میدی جناب بچه را کالای زن پوشانده میشه و رقصانده میشه. شو تا صبح ساز است. لواطت و سطح جهان نشر شد که مرکز لواطت در افغانستان است. ها جنابی مولایی که فتوا داده ای تو را بالله قسم ده همسایگی دمی کار نمیشه. کدام شبکه‌ای که خیلی فحاشی را عیاشی را نشر میکرد رفتی و یورش برده ای؟ در کدام مجلس قمار یورش برده ای؟ در کدام تویی که اونجا خیلی به حیایی شده بود توی مردم تحریک میکردی و میبردی که هجوم میبردن؟ امروز برات میگفتیم که آفرین شاباس. تو در جایی که قرآن و حدیث در درس داده میشد او را یورش برده ای. کی را لط کرده ای؟ عالم قرآن و حدیث لط کرده ای، طالب قرآن و حدیث لط کرده ای. و عجیب است بی غیرت تو غنیمت میبری از یک اتاق نمیشه غنیمت میمانی. تو مفهومی غنیمت فهمیدی؟ راستی تا بگو تو را به الله قسم و علم که توی فتوا را داده ای. بشنو غنیمت مفهومیشه میفهمی؟ بیچارگک در کدام داری حرب استی که ملکت کافر آوردی احراز کرده ای در دار اسلام که نامش غنیمت بگذاری؟ تو تالی را مفهومی غنیمت هم نفهمیده ای. چرا؟ تا کی گل میخوری ها مولایی؟ تا کی گل میخوری در پارلمان نشسته؟ تا کی اما ملت کدام طرف میره؟ راستی تا بگو ملت اموتر خو برده است؟ ملت خو برده نیست. امروز جوان ما در تلاش عزیز که حقیقت دین چیست، دین چی را میگه، ما که به کدام دین معتقد هستیم، این دین چی مفهومی داره، چی مقاصدی داره. زیاد نمیگم، در یک نقطه اساسی متوجه میسازم تانه. کدام نقطه؟ اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت دعوت میدانه، از عقیده را میدانه، صحابی را در حالت رفتار نصیحت میکنه. با ابن عباس رضی الله عنهما میگه یا غلام، عقیده را برش نشان میده. احفظ الله یحفظک، الله را حفاظت کو که تو را حفاظت بکنه. یک نقطه اخیری را براتون میگم، دیگه را میگذارم تشریح. همه ایتان الحمدلله علما و اتمنو کتابا را خوانده. یک نقطه را رسول الله برش میگه، وعلم، بدان، در قلبت بشانی سخنه. و همین نکته را برای شما میگم که تا آلی را گپ زده شد، علما گفت شما وعلمو بدانی، در دلتان بشانه.
ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. برای شما میگم سلفیا، اگر کل مخلوق جمع شود، دنیا جمع شود، کل دنیا فعلا جمع شده علیه محو کردن همین عقیده قرآن و حدیث جمع شده، این مبارزه کفری علیه همین عقیده است، علیه همین مراکز قرآن و سنت است. ولو والله قسم اگر گپی دیگه باشه، خو یادتان باشه اگر کلی از یا جمع شود با کل نیروی خود، در او زمانی نیروها نبود ولی است، با این نیروی خود که برای تو نفع برسانه، رسانده میتونه؟ رسول الله گفت که لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، مگر برای تو نفع رسانده میتونه چیزی را کی براتون نوشته کرده؟ الله سبحانه. شما چی عقیده داری؟ شما چی عقیده داری؟ برای ما نفع کی میرسانه؟ کی نصرت ما را میکنه؟ خو شرط است این تنصر الله، شرط است اگر من نصرت دین الله را کردم، با الله قسم الله مرا حفاظت میکنه، الله مرا نصرت میکنه. پس چی ضرور است؟ حفاظت دین الله سبحانه و تعالی به اندازه توان و طاقت ما، به اندازه توانم که در هر نقطه قرار دارم. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، چیزی را که الله با بالایت نوشته کرده ضرر برات رسانده. خیر ما ضعیف هستیم یا نه که قوی هستیم؟ بگوی